ما وقتی که بچه هستیم پوستمون در حال رشد کردن سلول‌های مرده خودش رو به سرعت به طرف بالا میده و همینطور سلول‌های زنده جاشو میگیره. وقتی که سنمون بالاتر میره این کار کندتر انجام میگیره. بنابراین برای لایه برداری و برای اینکه پوست تازه‌ای رو ایجاد بکنن از راه‌های مختلفی استفاده میکنن، از جمله لیزر، مواد شیمیایی و راه‌های مختلف. یکی از بهترین راه‌ها و راه‌های طبیعی استفاده کردن از آلوی سیاه یا همون آلویی که باش غذا درست میکنیم و شکر قهوه‌ای و عسل هست. چرا؟ به خاطر اینکه این نوع آلو گلیکولیک اسید داره، یعنی اسید میوه تولید میکنه. همینطور نیشکر یا شکر قهوه‌ای هم اسیدی تولید میکنه که باعث لایه برداری از پوست ما میشه. به دلایل زیادی این ماسک میدونم که طرفداران خیلی زیادی پیدا میکنه در بین شما و خیلی ازش استفاده خواهید کرد. چند تا دونه از آلوی سیاه رو، حالا 5 تا یا 10 تا دونه‌شو، چون میتونیم این ماسک رو درست بکنیم و حدود 2 هفته در یخچال نگهداری بکنیم و نگهش داریم. حدود چند تا دونه‌ش رو ما برمی‌داریم. البته من قبلا این کار رو انجام دادم و توی آب گرم حلش کردم. یه خمیر ازش به دست اومده. تا شما هم نبودین و برنامه میخواست شروع بشه چند تاش هم من خوردم و هم کارگردان برنامه. خیلی هم خوشمزه است و خاصیت داره. به قول دکترها میگن که یکی از دکترای عزیز گفت برای آرتروز هم خیلی خوبه روزی چند تا دونه‌شو بخورین. حالا anyway اینو به صورت خمیر ما درش میاریم با آب جوش که نرم بشه. وقتی که نرم شد اون وقت 2 تا قاشق غذاخوری، من حدود 5-6 تا دونه از آلوی سیاه بدون هسته رو تو آب حل کردم و 2 تا قاشق غذاخوری کامل هم شکر قهوه‌ای بهش اضافه میکنم و 1 قاشق چایخوری هم عسل. 1 قاشق چایخوری هم عسل بهش اضافه میکنیم. عسل سرعت کار رو بالا میبره، رطوبت میده و فوق‌العاده خاصیت‌های خوبی برای پوست داره. پس بنابراین اگه شما به همه ماسکاتون هم اضافه بکنید کار اشتباهی نکردید، فوق‌العاده است. یکی از طرفدارانش من هستم. خب اینو ما میتونیم چندین ساعت نگهش داریم که اون اسید مورد علاقه ما تولید بشه. حالا میتونیم یه 24 ساعت هم حتی نگهش داریم یا یه شب تا صبح و بعد از اون صورتمون رو باهاش تمیز کنیم. مقداری از این رو به پوستمون میزنیم و اجازه میدیم که بمونه روی پوستمون، پوست صورت و گردن. حدود 20 دقیقه اجازه میدیم روی پوستمون باقی بمونه. حالا خودتون خانمای با سلیقه بهتر میدونید که اگه نور کمتر باشه، موزیک ملایمی باشه، آرامش به پوستتون بدید، من فکر میکنم که نتیجه بهتری میبینیم، چون پوست در حال استراحت بهتر جذب میکنه و بهتر جواب میده. بعد از 20 دقیقه آروم آروم این شکرهای قهوه‌ای حالت اسکراب میده و حالت همون سفیداب خودمون رو داره و پوست رو تمیز میکنه. تمام سلولهای مرده رو از بین میبره، پوست شفاف میشه، با تراوت میشه و در حقیقت پوستمون نو میشه. استفادهش رو ببرید، به دوستانتونم بگین که حتما استفاده بکنن. این ماسک رو حدود 2 هفته میتونید توی یخچال نگهداری بکنید و مقداریش رو بردارید و برای صورتتون به صورت شوینده استفاده میکنید. اگر به صورت ماسک استفاده کنید 2 یا 3 بار در هفته، اگه بخواید 20 دقیقه روی پوستتون باقی بمونه 2 الی 3 بار در هفته کافیه. ولی اگه به صورت همونطور شستن 5 دقیقه بخواید ماساژ بدید و به صورت اسکراب استفاده بکنید، هر روز میتونید این کارو بکنید و به مرور پوستتون تازه و تازه تر میشه و یک تراوت خاصی پیدا میکنه. لذتشو ببرید و به دوستانتونم بگید.